چی گفت آقای محیط؟ والا آقای محیط بیچاره تمام تلاششو داره میکنه که این جهت این چیزای جنگ‌های خاورمیانه رو جلوشو بگیرن و اینا، ولی اونا دنبال همینن، تمام این کشورهای کوچولو رو نابود میکنن. ای بابا. برزیل، آرژانتین، اینا همه کشورهایی هستن که برای خودشون استقلالی داشتن، کاری داشتن، زندگی داشتن، ولی اینا همه رو با کودتا دارن از بین میبرن.